این 80 نفری که چند روز پیش سوختن کی بودن؟ مسلمان بودن، کودک بودن، سوختن. اینها به خاطر چی سوختن؟ به خاطر این سوختن که ما و تو قدر انسانیت را نفهمیدیم، کمک نکردیم به برادران مسلمان خود. مجبور شدن که به کشور همسایه برن. اونها به چی حالت کشور همسایه نامهربان بیرون انداخت؟ در مسیر راه سوختن تا لحظه ای که آخرین نفس میکشیدن سوختن. فکر نمی کنی الله رب العزت روز قیامت از ما و تو پرسان بکند؟ این مهاجر غریب که چیزی ندارد، تو دستی داری، قوتی داری، دستش میگیری، فلمش میگیرن، به صفحه های اجتماعی میندازن. این چی است؟ این مردانگی است. مردانگی این است که بیدار بشی. چرا برادرت سوخت؟ چرا برادرت زنی مسلمان افغانی در کشور همسایه بی عزت میشه، مشت میخورد، حجابش به یک طرف میفتد؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که ما و تو نفهمیدیم، به افغانی خود کار نمیدیم، به فقیر خود. پولدارهای ما روز به روز، ماه به ماه، سال به سال پولدارتر میشن. غریب و فقیر ما روز به روز فقیرتر میشوند. تو مسلمانی ما و تو